آیا غیر ارگانیک ها در کالبد حیوان تناسخ داده میشن؟ نه، یه حیوانات بدبخت در میگیرن، یه سری این گربه و نمیدونم سگ و اینا رو هزار تا بلا به سرشون میارن، واقعا جنایت میکنن. آخه گربه در بده چیکار داره به غیر ارگانیک؟ خیلی هم باب شده، پنجه‌هاشون رو میبرن برای خیلی تلس. حیوان آزاری واقعا دیگه خیلی زیاد شده، خیلی اصلا از این مسائل دارن سوء استفاده میکنن و یکی از دلایلی که من اینو لایو امشب گذاشتم همینه. نکنید از این کارو. ارتباط رو با این افراد و این پیج ها حتما قطع کنید، چون شامل کارما میشید، مخصوصا بخواید از حیوانات استفاده کنید برای این مسائل. واقعا خیلی، یعنی دیگه از انسانیت به دوره، مخصوصا حیوانات. کسی از حیوانات استفاده میکنه به خاطر جادو و جنبل و نمیدونم غیر ارگانیک و از این مسائل، واقعا دیگه از انسانیت به دوره.